المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. درود شريف والد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. در آیات گذشته در رابطه با تحویل قبله و تغییر قبله خواندیم. الله عز و جل پیشگویی فرمودند و پیشبینی فرمودند که قبله وقتی که عوض بشه از طرف معاندین، از طرف یهود، از طرف مخالفین اعتراضاتی بر شما میشه، در حالی که خودشون حقیقت را میدونند. علی ای حال انسان نباید در مسیر حق از ملامت کنندگان بترسد. باید انسان مسیر حق را ببرد. یا و گویان هرچی میگویند بگویند. معنای آیات همینه. حال الله عز و جل میفرماید الان که قبله تحویل شد، قبله جابجا شد، قبله از بیت المقدس به سوی بیت الله گردانده شد، شما انتظار داشته نباشید که یهودی ها تابع قبله شما باشند، به دلیل اینکه اونها در مسیر ضد و عنادند، اونها در مسیر دشمنی با شما هستند، دنبال حقیقت نیستند. قبلا خواندیم که حقیقت را اونها میدونستند. در کتاب تورات و در کتاب انجیل نوشته شده بود که قبله نبی خاتم، آخرین پیامبر خدا، به سوی بیت الله خواهد بود. اونها اینو میدونستند، با وجودی که میدونستند بر ضد بودند. لذا هیچ وقت انتظار داشته نباش که یهود بیاند و تابع قبله شما باشند و از این به بعد شما هم تابع قبله اونها نخواهید بود. ببینید قبلا چند بار قبله تحویل شد. اول در مکه مکرمه به سوی کعبة الله نماز میخواندند. مدینه منوره که رفتند 16-17 ماه اول دستور رسید که به سوی بیت المقدس نماز بخوانند. دوباره به سوی بیت الله دستور داده شد. خب کسی فکر بکنه که خب قبله هر سال یک بار میگرده، شاید دوباره خدا دستور بده به سوی بیت المقدس بخوانیم. الله تعالی این امید را قطع کرد، این احتمال را از بین برد و قطع کرد. دیگه نه، از این به بعد شما تابع قبله اونها نخواهی بود. از این به بعد قبله شما همینه، کعبة الله هست و اونها خودشون هم تابع قبله هم دیگر نیستند. یهود و نصارا هر دو بنی اسرائیل، موسی و عیسی علیهم السلام هر دو از یک قوم از فرزندان یعقوب و بنی اسرائیل بودند. اما یهودی ها به سوی بیت المقدس و صخره نماز می‌خواندند، مسیحی ها به سوی مولد حضرت عیسی، محل تولد حضرت عیسی یا جانب شرق، طلوع خورشید که عیسی علیه السلام در اون قسمت به دنیا آمده بود. لذا قبله هر دوی از اونها هم فرق میکنه. اونها هم تابع قبله هم دیگه نیستند. اونها که در واقع از یک قومند، نسل یک پدر هستند،
اونها وقتی که تابع قبله شما هم دیگه نیستن، از شما چه انتظاری باید داشته باشن؟ نباید داشته باشن. لذا الله می فرماید ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه، اگر شما بدهید اهل کتاب را، کسانی که اهل کتاب داده شده، هر آیه بدی، هر نشانی بدی، منظور هر دلیل و مدرکی بیاری، ما تبعوا قبلتک، تابع قبله، اونا تابعداری نمی کنند از قبله شما. چرا؟ چون اونها قرار نیست که دنبال حق باشند، اونها دنبال ضد و عناد هستند. الله پناه بده، در درس گذشته هم عرض کردیم وقتی که انسان اهل عناد باشه، اهل ضد باشه، حق مثل خورشید برایش واضح باشه، بازم از حق پیروی نمی کند. خیلی از مردم دنیا عرض کردم مگه امروز حق را نمی دونن؟ مسیر درست را نمی دونن؟ خب بعضی عموم مردم نمی دونن، اما بعضی از اهل علم، اهل سواد، کسانی که بلد هستند واقعیت را می دونند، اما چون در مسیر ضد قرار گرفتند، در مسیر تعصب قرار گرفتند، هیچ وقت به سوی حق نمی آیند و بلکه بر علیه حق همیشه می گویند، می نویسند، فعالیت می کنند، تبلیغ می کنند، در حالی که می دونند حق چیه. لذا خدا نکنه که انسان گرفتار تعصب بشه، گرفتار ضد بشه. الله عزوجل همین را نسبت به یهود می فرماید که شما هر نشانی، هر آیه، هر مدرک برایشون بیاری، ما تبعوا قبلتک، اونها تابع قبله شما نخواهند بود، و ما انت بتابع قبلتهم، از این به بعد شما هم تابع قبله اونها نخواهی بود. یعنی از این به بعد کسی انتظار داشته نباشه که خدای تعالی دستور بده شما به سوی بیت المقدس نماز بخوان، نه، دیگه تمام شد. و ما بعضهم بتابع قبلت بعض، بعضی از اونها نیستند تابع قبله بعض، تابع قبله هم دیگه هم نیستند. اونها هر یکی یک قبله دارند، بحث قبله زیاد مهم نیست، مباحث دیگر و اساسی تری است که اونها مهم هستند. لذا اونها دنبال قبله هم دیگه هم نیستند، یهود به سوی بیت المقدس، مسیحی هم به سوی شرق، هر یکی یک سمت و سوی نماز میخواند. اما اینجا تذکری هست برای رسول الله صلی الله علیه وسلم. این تذکر خیلی جای تدبر دارد، جای فکر دارد. الله تعالی با کلماتی که این کلمات نسبتاً سختند، اینجا خطاب پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم راست، اما به فرض و المحال است. در واقع تلنگری برای ماهایی هست که خودمون را پیروان رسول الله میدانیم، خودمون را وارثان رسول الله میدونیم، خودمون را دنبال روی آن حضرت میدونیم. یعنی تذکر و تلنگر برای بقیه امت است که اگر شما پیروی کردید از خواهشات یهود. خواهشات یهود چیه؟ بعضی مفسرین نوشتن اونها گفته بودن که اگر شما یک بار دیگه برگردید دوباره به سوی قبله ما نماز بخوانید، ما ایمان میاریم. الله تعالی این را میگوید خواهشات یهود، یعنی یک تمناهای پوچ و بیجای یهود. الله میفرماید اگر شما پیروی کردید شما ظالم هستید، شما در این هنگام از ستمگران و از ظالمان خواهید بود. عرض کردم خطاب برای آن حضرت، ولی مراد امت هست. بیشتر اینجا خطاب متوجه علمای امت است. همیشه علما هستند که بحث و مباحثه دارند، همیشه علما هستند در روی مسائل مذاکره دارند. اینجا گویا تذکری هست به علمای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم که اگر در مسائل دینی، اگر در مسائل اعتقادی، اگر در مسائل ایمانی، اگر در مسائل دین و اسلام و ایمان شما دنبال اهل هوا بودید، اهل خواهش بودید، دنبال کسانی که دینشون بر اساس هوای نفسه، دنبال کسانی که دینشون بر اساس خواهش نفسه، اگر شما از اونها پیروی کردید شما ظالمید.
این تذکر الهی است. علما حق ندارند در مسائل دینی کوتاه بیایند. علما حق ندارند در مسائل دینی ببینند که بقیه مذاهب از چه چیز خوششون میاد، ارباب حکومت از چه چیز خوششون میاد. اگر سعی کردن دین را تفسیر بکنن مطابق هوای اونها. امروز متاسفانه این مریضی در دنیا زیاده. خیلی ها هستند از علماء بلاد مختلف را عرض می کنم، می خواهند که جلوی اهل حکومت خوشرقصی بکنند یا با همسایگان خودشون می خواهند که به نوعی مدارات بکنند. میان در مسائل دینی تحریف می کنند، مسائل دینی را طوری تفسیر می کنند، طوری تشریح می کنند که گویا ما و شما اونقدر فرقی نداریم. این بزرگترین خیانت به دین. اینجا وقتی که رسول الله را خداوند با این کلمات را شما دقت بفرمایید، کلمات را توجه بفرمایید، وقتی که به رسول الله صلی الله علیه وسلم با این کلمات شدید و تند خطاب شده، پس بقیه امت باید حساب کار خودش را بکند. لذا الله می فرماید ولئن اتبعت اهواءهم، اگر شما پیروی کردید، اتباع کردید از خواهشات اونها، از هوای نفس اونها، از تمایلات شخصی اونها، من بعد ما جاءك من العلم، بعد از اینکه پیش شما علم آمد، بعد از اینکه میدونی مسئله چیه، بعد از اینکه حق و حقیقت را میدونی، بعد از اینکه دستور خدا و شرع و دین را میدونی، باز هم مطابق هوای اونها، انک اذا لمن الظالمین، در این هنگام شما از ظالمین هستی، شما ستمگری، شما ظالمی، در دین خدا میخوای تحریف ایجاد بکنی. پس عزیزان، هیچ عالمی در دین چنان ولایتی ندارد، چنان اختیاری ندارد که بیاد دین را تغییر بده. حلال خدا واضح است، حرام خدا هم واضح است. الحلال بین والحرام بین، همه چیز را خدای عزوجل بیان فرموده. ما اجازه نداریم، ما حق نداریم، ما کوچکترین اختیاری نداریم که بیایم در اون مسائلی که بین و واضح هستند، روشن هستند، چه به خاطر حکومت، چه به خاطر همسایه، چه به خاطر عرض کنم مردم و عموم مردم، احکام خدا را تغییر بدیم، احکام خدا را تحریف بکنیم. اگر این کار را کردیم ما بدترین ستمگر و ظالم خواهیم بود. اون وقت خدا بهتر میدونه با ما چه خواهد شد. لذا الله میفرماید انک اذا لمن الظالمین، شما در این هنگام در صورتی که پیروی بکنید از خواهشات اهل هوا، پیروی بکنید از خواهشات و تمناهای اون کسانی که دینشون بر اساس هوای نفسه، دینشون بر اساس خواهش نفسه، شما ظالم ترین هستید. و بعد خدای تعالی نسبت به همین اهل هوا و اهل خواهش که یهود باشند، خدا میفرماید اونها میشناسن شما را که شما نبی به حق هستید، اونها چنان شما را تشخیص میدن و چنان شما را میشناسند همونطور که فرزندان خودشون را میشناسند. اینجا مثلا 100 تا بچه هست، شما یک پدر در میان این 100 تا بچه خودت را در وسط ببینی، نمیشناسی اون بچه من است؟ با همون گوشهایش از دور میشناسی، با نمیدونم حرکتش میشناسی، از پشت هم باشه میشناسی. لذا یک پدر در میان 100 تا فرزند چطور فرزند خودش را میشناسد؟ این یهود، این علماء یهود شما را ای رسول مکرم همونطور میشناسن که شما پیامبری به حق هستید. علائمی که در شما هست، اوصافی که در وجود شما هست میشناسن، ولی قبول نمی کنند. از روی چی هست؟ ضد و عناد است. الذين آتیناهم الكتاب، آنهایی که ما به آنها کتاب دادیم، یعرفونه، پیامبر را میشناسند، کما یعرفون ابناءهم، همان گونه که میشناسند فرزندان خودشان را.
تفسیر راجح و تفسیر اصلی همینه. اما بعضی از علما میگن چون بحث قبله هست، منظور اینه که یعرفونه قبله را و اینکه قبله اصلی کعبة الله هست و بیت الله هست میدونن، یعنی حقانیت قبله را میشناسند. هر دو تا درسته. یعنی یهود میدانستن که قبله اصلی کجاست؟ بیت الله است، چون تو کتابهایشون هست، همان گونه که فرزندان خودشان رو میشناسند. خب وقتی که میدانند چرا اظهار نمی کنند؟ چرا بیان نمی کنند؟ الله می فرماید و ان فریقا منهم لیکتمون الحق، همانا گروهی از آنها کتمان می کنند، می پوشند حق را، و هم یعلمون، در حالی که می دانند. اما با کتمان اونها حق مخفی نمیشه. همیشه آفتاب و خورشید پشت ماه نمیماند، ابر نمیماند، یا ماهتاب پشت ابر نمیماند. ابر میرود و خورشید ظاهر میشه. اینها جلوی حق در واقع پرده گذاشتن، ولی الله عزوجل حق را ظاهر میکند. الحق من ربک، حق از جانب رب تو هست. فلا تکونن من الممترین، هرگز از شک کنندگان نباش. خب بعد از این الله عزوجل در ارتباط با قبله دو دستور دیگه صادر میفرماید. یک دستور برای رسول الله است، یک دستور برای بقیه امت است. اصلش اینه که اونجا که در مدینه طیبه بودند دستور رسید که شما از این به بعد به سوی مسجد الحرام نماز بخوانید. شما آیه را در هفته گذشته خواندید، فول وجهک شطر المسجد الحرام. خب شاید کسانی فکر بکنند که این دستور قبله برای کسانی هست که در مدینه هستند، اما اگر در سفر بودیم چی کار بکنیم؟ رفتیم به شهر دیگه چی کار بکنیم؟ در بیابان بودیم چه کار بکنیم؟ الله عزوجل میفرماید فرقی نداره، در حضر و سفر، در شهر خودتون یا در بیابان یا در شهر دیگه، هر جا بودید از این به بعد قبله یکیه. ولکل وجهة هو مولیها. اما قبل از اینکه خدای تعالی اون دستور را بده، یک دستور دیگری الله میفرماید ولکل وجهة، برای هر قومی یک جهتی هست. هر قومی را خدای تعالی اینجا ولکل، طلاب عزیز بدونن که تنوین هست و این تنوین عوض مضافله هست. اصلش بوده ولکل قوم ولکل امت، بعدا اون قومین امتن حذف شده ولکل، تنوین قائم مقام مضافله است. هر قومی هر امتی یک جهتی دارد. ولکل وجهة هو مولیها، که اون قوم به اون سمت روی خودش را میگرداند. مثلا یهود یک سمتی دارد، نصارا یک جهتی دارد، مسلمانان یک جهتی دارند. لذا خدا که جهت را تعیین کرده، بیشتر از این شما توش بحث نکنید. یعنی بیشتر با بحث کردن حول و حوش قبله وقت خودتون را ضایع نکنید. الان دیگه این بحث بیشتر فایده نداره، بیهوده هست. الان شما چی کار بکنید؟ به سوی کارهای خیر بشتابید. اینجا یک اشاره ظریفی الله عزوجل می فرماید فاستبقوا الخیرات. شما الان بحث کردن جر و بحث را بذارید، در کارهای خیر از همدیگه پیشی بگیرید، از همدیگه سبقت بگیرید، از همدیگه جلو بزنید. دیگه بحث کردن چرا؟ معنیش اینه که حق برای یهود واضح است. بیشتر از این دیگه وقتتون را با بحث کردن با اونها تلف نکنید، ضایع نکنید. الان در کار خیر پیشی بگیرید. این در واقع یک اصولی برای ما هست، یک دستورالعمل کلی برای ما هست که ما مسلمانان وقت خودمون، بالخصوص علما که بحث‌های علمی میکنند، وقت خودشون را با بحث‌های پیش پا افتاده، بحث‌های بیهوده، بحث‌های جزئی
اون یک سری بحث هایی که تو اونها هیچ فایده ای نیست و این بحث ها هم قابل حل نیستند. هیچ کس طرف دیگر را قانع نمیکنه و نمیتونه بکنه و قرار نیست طرف دیگر قانع بشه. لذا وقت را تو این بحث ها تلف نکنیم، ما در کارهای خیر بشتابیم. گاهی هستن مردم علما تو یک سری بحث های جزئی اینقدر وقت تلف میکنن، اینقدر دوست دارن بحث بکنن، مناظره بکنن، در حالی که اون مسئله یک مسئله جزئی است، نه از اصول است و نه از حتی فرو، یک مسئله است که هیچ مرتبط نیست. لذا نباید علما، نباید مسلمانان تو این نوع بحث ها وقت تلف بکنن، وقت ضایع بکنن، بلکه دستور خدا اینه که شما اگر وقتی دارید این وقت خودتون را در کار خیر مصرف بکنید. ما یه جای رفتیم در یک کشور دیگری، یک عالمی چند سال زحمت کشیده بود، چند سال زحمت کشیده بود، کتاب قطوری 400-500 صفحه نوشته بود، آورد به ما نشان داد. چند سال میگه من روی این کار کردم. بحث کتاب چی بود؟ ایشون میخواست تو این کتاب ثابت بکنه که آمدن زنها به مسجد جایز نیست، حضور زن در مسجد ممنوعه. حالا یه مسئله فقهی هست، بسیاری از علما میگن که بیان بهتر، بعضی از علما با توجه به اینکه فقهای قدیم نوشتن نیام بهتر، بعضی از علما مصالح روز را نگاه میکنن، بعضی همون عبارات فقهی را. به هر حال یک اختلافی هست که نه این دسته از علما قانع میشن نه اون دسته از علما. حالا چند سال وقتت را ضایع میکنی، همش کتاب، شبها میشینی، روزها میشینی که این مسئله را اثبات بکنی، بعدا چند نفر را میتونی قانع بکنی؟ لذا ما نباید وقت خودمون را تلف بکنیم در مسائلی که فایده ای ندارد. ما باید اگر وقتی الله داده این وقت طلا هست، این وقت ارزشمند هست، ما در کار خیر از هم دیگه سبقت بگیریم، در نماز، در طاعت، در بندگی، در صدقه، در تلاوت، در ذکر و یاد الله، در امر به معروف، نهی از منکر، نیکی کردن به مردم، دست به سر یتیم کشیدن، به فقرا نان دادن. کارهای خیر مگه کم هست که ما وقت خودمون رو تلف بکنیم؟ لذا علمای امت خداوند بهشون علم داده، بهشون استعداد داده، بهشون کمال داده، بهشون هنر داده، قلم خودشون را، زبان خودشون را، وقت خودشون را با اختلافات جزئی و با مسائل جزئی اگر تلف بکنن، این در واقع ضایع کردن عمر هست. ما وقتمون را باید مصرف بکنیم در مسیری که الله راضی میشه، در کار خیر، در امر به معروف، در راهنمایی کردن مردم، در طاعت و بندگی. لذا الله عزوجل میفرماید هر امتی یک جهتی دارد، هو مولیها، او به اون سمت رخ خودش را میگرداند. لذا شما بیشتر تو این بحث نکنید، فاستبقوا الخیرات، در خیرات از هم دیگه پیشی بگیرید، در کارهای خیر، در کارهای نیک، در کارهایی که به نفع دنیا و آخرت شماست، در اون کارها از هم دیگه سبقت بگیرید. گویا الله تعالی اشاره میکند که الله عزوجل از وقت صرف کردن و بحث کردن حول مسائل جزئی الله راضی نیست. گاهی یک سری تحقیقات علمی هست، اونها را عرض نمی کنم، اما روی مسائل جزئی وقت تلف کردن و بالخصوص جر و بحث کردن و جنجال کردن، الله اینها را دوست ندارد. انسان باید اون مسیر حق را ببرد. لذا الله میفرماد اینما تکونوا یأتی بکم الله جمیعا، هر جا شما باشید خدا همه شما را میاره، در روز قیامت جمع میکنند. اون روز شما را نمیپرسد از این مسائل جزئی و اختلافی که شما با هم میپرسد شما چه کردید بنده، چقدر طاعت و عبادت، چقدر نیکی، چقدر احسان، چقدر عبادت جانی، مالی، زبانی، اینها را الله میپرسد. ان الله على كل شيء قدیر، الله عزوجل بر هر چیزی قادر است. هر جا باشی خدا میاره به میدان محشر
و اونجا بازخواست میکنه الله نجات بده. لذا بعد از این الله میفرماید و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. هر جا خارج شدی، در هر مسیری بودی، در هر سفری بودی، بگردان چهرت را به جانب مسجد حرام. الله تعالی، من در هفته گذشته هم عرض کردم، الله تعالی به مسجد حرام، به بیت الله شریف چه عظمتی داده، چه شکوهی داده، چه شرفی داده که تمام مسلمانان را دستور میده هر جا هستی، چه در سفری چه در حضری، رخت به اون سمت باشد. این یکی از وجه اشتراک ما مسلمانان است. بنده عرض کردم در مسائل، در عبادت های انفرادی هر کسی هر طور ذکر میکنه. شما نشستی ذکر میکنید، اون یکی راه میره ذکر میکنه، یکی دیگه خوابیده ذکر میکنه، یکی دیگه بالاخره تو مغازش ذکر میکنه، یکی تو مسجد ذکر میکنه. هر طور دوست داری. لازم نیست که همه به یک حال باشیم، همه به یک سمت و سو باشیم در عبادت های انفرادی هر یکی. اما در عبادت های اجتماعی همه باید متحد باشیم، رخ همه به همون سمت باشه، همه باید به سمت بیت الله، چه در حضر باشید چه در سفر باشید. و این بیت، هر دو بیت شرف دارد. اما ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه. اولین بیتی که برای مردم و عبادت مردم الله نهاده، اون بیتی هست که در مکه هست، که عرض کردم به وسیله فرشتگان در زمان سیدنا آدم بنای اول شد. لذا این بیت اینقدر شرف دارد که دل همه ما مسلمانان را ربوده. این عظمت را الله گذاشته در دل همه مسلمانان را جلب کرده، متوجه خودش کرده. اونهایی که این روزها روزهای سفر بیت الله هست، اونهایی که این روزها میخوان برند، از شادی نمیدونه چی کار بکنند، لحظه شماری میکنند و گویا بهترین خوشی زندگی چیه؟ برای هر یکی فرق میکنه، ولی یکی از بهترین خوشی های زندگی برای یک انسان مجرد ازدواج و عروسی هست. ولی این خوشیش از اونم بیشتره. کسانی که قدرشناس باشند میروند به سفر بیت الله، و کسانی که نمیتونن برند، اونها خدا میدونه تو دلشون چی هست، چه آتشی در درون روشن است. لذا این خدای عزوجل در قلب مسلمانان پیدا کرده. به دلیل چیه؟ به دلیل حرمت و شرف و شکوهی که اون بیت دارد. لذا الله میفرماید هر جا باشید به اون سمت رویت را بگردان و نماز بخوان. و انه للحق من ربک، همانا این تحویل قبله و این رخ به سوی بیت الله کردن حق است، از جانب ربت هست. و ما الله بغافل عما تعملون، خداوند غافل نیست از اعمال شما، از اون چیزی که شما عمل میکنید. خب اینجا دستور پیغمبر را بود. بعد از این دستور کسی نگوید چرا تکرار است. خداوند عزوجل میخواد امت را بگه که وظیفه شما هم همینه. به همین خاطر دستوری که برای امت هست اون را عطف میکند به دستوری که برای رسول الله است. الله میفرماید و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام. از هر جا که خارج شدید، در هر مسیر و سفری که قرار گرفتید، فول وجهك، بگردان چهرت را جانب مسجد حرام. و حیث ما کنتم، ای بندگان من، ای مؤمنین، ای امت رسول الله، حیث ما کنتم، هر جا شما بودید، فولوا وجوهکم شطرا، شما برگردانید چهرهایتان را به همون جانب، به جانب مسجد حرام. چرا این دستور را دادن خدای عزوجل؟ ده ها حکمت دارد، اما یکی از حکمتهاش لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا که نباشد برای مردم بر علیه شما هیچ حجت و مدرکی.
مردم بر علیه شما حجت داشته نباشند، دلیل و مدرک داشته نباشند. ببینید اگر شما رخ به سوی بیت الله نکنید مردم مدرک بر علیه شما خواهند داشت. چرا؟ چون در کتاب اونها هست که قبله نبی خاتم، قبله پیغمبر آخر الزمان بیت الله هست. اون وقت مدرک بر علیه شما میگه این اون پیغمبر نیست، اون پیغمبر نیست. پس وقتی که شما رخ به اون سمت میگردانید همه میدونن که اینها به سمت و سوی قبله اصلی خودشون دارن طاعت و بندگی میکنن. الا الذين ظلموا منهم، مگر کسانی که ظلم کردند از اونها. ببین بعضی واقعا ظالم بودند، ستمگر بودند، اهل ضد و عناد بودند. مثل کی؟ مثل یهود و مشرکین. بعد از اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم جهت را، نماز را به سوی بیت الله خواندند، یهودی ها چی گفتن؟ بعضی از یهودی ها، همینایی که الله میفرما الذین ظلموا، اصلا میدونستن که قبله اصلیشون هست، اما بعضی از یهودی های بی انصاف گفتن که ببینید الان دوباره رخ را به سوی قبله پدری آبایی و اجدادیش کرد، پس این دین قومی هست، دین آبایی و اجدادی هست، دین مال همه نیست. به این صورت اونا اعتراض کردن. مشرکین چه اعتراضی کردن؟ مشرکین گفتن که خوب شد الان از نظر قبله برگشت به سوی قبله پدری، شاید از نظر دین هم فردا برگردد، از نظر دین هم چی؟ برگردد. اینها در حالی که میدونستن واقعیت را، این انگها را میزدند، این تهمتها را میزدند. الله تعالی میفرماید شما از زبان عرض کنم بلند اینها، از زبان اعتراضی و انتقادی اینها، از زبان اینها هیچ نترسید، از من خدا بترسید. لذا الله میفرماید و حیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطرا، هر جا شما بودید بگردانید چهره هایتان را به جانب مسجد حرام، لئلا یکون للناس علیکم حجه، تا که نباشد برای مردم بر علیه شما مدرکی، الا الذین ظلموا منهم، مگر اونهایی که ظلم کردند از اونها، یهود و مشرکان، اونها اعتراض میکنند. فلا تخشوهم، از اونها نترسید، واخشونی، از من رب بترسید، از من رب بترسید، از اونها پروا داشته نباشید. پس شما به سمت بیت الله نماز بخوانید. چرا؟ ولأتم نعمتی علیکم، تا که من نعمت خودم را بر شما تمام بکنم. خدا نعمت بسیار زیادی بر ما دارد. یکی از نعمتهایش همین قبله هست، قبله ابراهیمی، قبله اصلی انبیا. در هفته گذشته درباره تاریخ این قبله عرض کردم که در تاریخ هست قبله اکثر انبیا بوده. قبله آدم بوده، قبله نوح بوده، قبله حضرت صالح بوده، قبله ابراهیم بوده، قبله اسماعیل بوده. حتی انبیاء بنی اسرائیل در همون صخره در بیت المقدس نماز میخواندند، طوری نماز میخواندند که صخره و بیت المقدس هم جلو باشد و رو به سمت بیت الله باشد. حتی همونایی که قبلهشون بیت المقدس بود طوری نماز میخواندند که ابوالعالیه میگوید هر دو قبله جلویشون باشد. پس الله میخواست با این دستور قبله نعمت را تمام بکند بر امت. الله میفرماید ولأتم نعمتی علیکم. امروز عرض کردم ببینید چه نعمتی هست. اون قبله که یهود دارد، گرچه اون قبله هم برای ما شرف دارد، برای ما قدر دارد. ما قبلا گفتیم ما مسلمانیم، ما همه مقدسات را قبول داریم، اون را هم احترام میگذاریم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود که مسافرت نکنید مگر مسافرت زیارتی مگر به 3 مسجد. یکی از اون 3 مسجد مسجد الاقصی، بیت المقدس، شرف و منزلت دارد، عزت و جایگاه دارد، نماز خواندن اونجا ثواب دارد. اما اون شرفی که بیت الله دارد سبحان الله خیلی فرق است.
امروز ببینید همین دنیای کفر تعجبه، تمام مسلمانان سرازیر هستند، از هر کشور چنان مثل مور و ملخ عاشقانه دور این قبله میاند و طواف میکنند که خیلی از انسان ها به سبب هجوم و ازدحام تلف میشوند. هر سال چقدر از این زائران و حجاج شهید میشه اونجا. این چه عشقی هست! الله عزوجل این محبت را در دل ما قرار داده. اونجا چیه؟ و الا خود خانه کعبه مثل بناهای دیگر از خشت و گل است، ولی الله عزوجل اونجا چنان ابهتی، چنان عظمتی، چنان محبتی. و یکی از آثار این قبله چی هست؟ اینه که این را خداوند هدایت قرار داده. اینجا میفهمد ولعلکم تهتدون، شاید شما چی بشید؟ هدایت بشید. در سوره مبارکه آل عمران هست الله میفهمد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا و هدى للعالمین. دو وصف خدا بیان میفرماید. اونجا برکات را الله سرازیر میکند و دیگه هدایتی است برای همه جهانیان. خیلی از انسان ها میروند اونجا و در دلشون نوری پیدا میشه، هدایتی پیدا میشه که بعد از اون با اون هدایت تا روزی که هستن زندگی میکنند. لذا الله تعالی در این هم اثرات ظاهری گذاشته، هم اثرات معنوی. اثرات ظاهری همین شوق، اشتیاق، عشق، محبت، بیقراری، و اثرات معنویش همین هدایت هست که انسان اونجا میره هدایتش، ایمانش تقویت میشه، بیشتر میشه. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا. الله عزوجل اینجا تشبیه میده این نعمت را با یک نعمت دیگر. عرض کردم این رب مهربان، این ربی که برای ما از مادر مهربان تر است، نمیخواهد که دنیا و آخرت ما خراب بشه. نعمتهای علاوه از این نعمتهای ظاهری، نعمتهای مادی، نعمت رزق، نعمت پدر و مادر، نعمت فرزند، نعمت سلامتی، غیر از این نعمتهای معنوی زیادی داده. یکی از اونها این قبله هست. همچنان که خدای تعالی یک نعمت دیگه داده که اون نعمت وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه و سلم است. الله می فرماید کما ارسلنا فیکم، همان گونه که ما فرستادیم در میان شما، رسولا منکم، رسولی از جنس شما. رسولی که اون رسول هم بشره، مثل شما انسانه، اما اون رسول چند تا وظیفه داره. یک، یتلو علیکم آیاتنا، اون رسول تلاوت میکند، میخواند بر شما آیات ما را، آیات الهی را میخواند. یکی از وظایف رسول الله خواندن قرآن است. قرآن را که رسول الله میخواند مردم هدایت میشدند، مردم متحول میشدند، مردم رخشون عوض میشد. خواندیم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آمده بود که سوی قصد داشت، قرآن را وقتی که شنید اصلا چهرهش عوض شد، قلبش عوض شد، مسیرش عوض شد. مسیرش اول دشمنی بود، الان مسیرش محبت شد، ایمان شد، حمایت از رسول الله شد. جنات آمدند، قرآن را خواندند، قرآن را شنیدند، از زبان مبارک رسول الله ایمان آوردند. سوره جن هست استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. گروهی از جن قرآن را شنیدند، گفتن قرآن عجیبی شنیدیم، یهدی الی الرشد، انسان را هدایت میکنه به سوی راه درست. فآمنا به، ما ایمان آوردیم. هر کسی این قرآن را میشنید از حلقوم رسول الله انقلابی در درونش میآمد. لذا این وظیفه اول رسول الله. و یزکیکم، و شما را تزکیه و اصلاح میکند. بهترین تزکیه
اینه که انسان از شرک وجودش پاک باشه، قلبش از شرک، کفر، نفاق، بغض، حسد، تمام آلایش ها و تمام گندگی ها در قلب نباشد. این پاکی به وسیله رسول الله آمده. این پیام توحید را، پیام ایمان را، پیام دین را، محبت را رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما آوردند. لذا رسول الله آمده هم برای ما قرآن تلاوت کنه، هم ما را تزکیه و پاک و اصلاح بگرداند. سوم و یعلمکم الکتاب، آمده که شما را کتاب تعلیم بده. ما این آیه را قبلا خواندیم، البته سال گذشته بوده، تفصیل و توضیحش اونجا گذشته. کتاب قرآن یعنی مطالب قرآن، تفسیر قرآن، تشریح قرآن، بیان قرآن از سوی رسول الله. والحکمه، تفسیر قرآن حدیث. حکمت یعنی دانایی، فهم دین. پیغمبر آمده یعنی همون حدیث رسول الله. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، و به شما تعلیم بده اون چیزی که شما نمیدانستید. قبلا نمیدانستیم، از روزی که رسول الله آمد. قبلا یعنی انسانیت، بشریت، مردم دنیا نمیدونستن. از روزی که رسول الله آمد همه چیز عوض شد، رخ عوض شد. خیلی از چیزهایی که اون وقت برای انسانها اهمیت داشتن دیگه اهمیتی نداشتن، ارزشی نداشتن. اون زمان بت اهمیت داشت، اون زمان خرافات اهمیت داشت، اون زمان سجده غیر الله اهمیت داشت. الان چیزهای دیگه اهمیت دارن. الان توحید، سجده برای خدا، عبادت الله، طواف بیت الله، اینها اهمیت دارن. فذکرونی، لذا الله عزوجل در مقابل این نعمتها از ما چه انتظاری دارد؟ از ما مسلمانان خدا اینجا دو نعمت را ذکر، یکی نعمت قبله، یکی نعمت رسول الله صلی الله علیه و سلم. لذا در مقابل این نعمتها پس شما بندگان چیکار کنید؟ فذکرونی، پس مرا یاد کنید. اذکرکم، من خدا هم شما را یاد میکنم. خدا را یاد کنید. ببینید یاد خدا اصل با قلب است. بسیاری از علما گفتند که انسان اگر تنها با زبان ذکر بکند و با قلبش به سمت سوی دیگه باشه فایده ای نداره. مولانا رومی هم همین مطلب را به قالب شعری گفته: بر زبان تسبیح و در دل گاو و خر، این چنین تسبیح کی دارد اثر. این چنین تسبیح هیچ اثری نداره که سبحان الله سبحان الله میگیم ولی فکرمون، ذهنمون، قلبمون، دلمون به جای دیگه است. ولی بعضی میگه این فایده نداره، ولی بی فایده هم نیست، بدون فایده هم نیست. یک بزرگواری هست به نامش ابو عثمان رحمه الله. یکی از مردم پیشش شکایت کرد، گفت که ما خدا را ذکر میکنیم ولی اون لذتی که باید احساس بکنیم، اون حلاوت و شیرینی که باید در درون ما بیاد، اون حلاوت نیست. ذکر ما فایده نداره. گفت بی فایده هم نیست. همین که یک عضوی از اعضای بدنت با یاد خدا مشغوله، همین هم غنیمته. درست قلبت نیست ولی زبانت هست. زبان الله الله میگویی، در قلب چیزی دیگه هست. به قول مولانا رومی گاو و خر است، مغازه و تجارت است. همین هم غنیمته. همین هم غنیمته. وقتی فکر نکنی خب چون حواسمون جمع نیست لذا ذکر نکنیم، نه، ذکر بکنی. ولی بهتر اونه، اثر اون ذکری دارد که ذکر هم با زبان باشه هم با قلب باشه. وقتی الله را یاد میکنی، این ذکر یک عظمتی، یک محبتی، یک خوفی، یک جایگاه خاصی از الله عزوجل در قلب انسان پیدا میکند. به همین خاطر گفتن که من لم یطعه لم یذکره و این کسر صلاته و تسبیحه. کسی که خدا را اطاعت نمی کند او خدا را ذکرم نکند، گرچه نماز و تسبیحش زیاد باشه، خدا را یاد نمی کند. منظور اینه که خدا را وقتی که یاد میکنی با قلب یاد کن.
اگر با قلب یاد کنی بعد اطاعت هم میکنی. ببینید گاهی مردم شکایت دارن، خود ما شکایت داریم چرا نماز ما اون اثر را ندارد. قرآن میگه ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از فحشا و منکر انسان را باز میداره. انسان نماز میخونه دروغ میگه، بعضی نماز میخونن کلاهبرداری میکنند، بعضی نماز میخونن گناهان دیگه هم میکنند، حق یتیم را پایمال میکنند، حق کارگر را، حق مزدور را. چطور نماز از منکر انسان را باز میداره؟ این از منکر باز نمیاد. اصلش اینجا هم همین گفته من لم یطعه لم یذکره، چون که انسان با قلب نماز نمیخواند، انسان با قلب ذکر نمی کند، فقط با زبان هست. این شاید فرض ادا بشه ولی اثری نخواهد داشت، انسان را از منکر، از گناه، از معصیت باز نمی دارد، سبب اطاعت در انسان نمیشه. چرا؟ چون که عرض کردم قلب خبر نداره تو داری ذکر میکنی، قلب خبر نداره تو داری نماز میخوانی. قلب با گوسفندان است، قلب با مغازه هست، قلب با تجارت است، اصلا تو مسجد نیست، اصلا پیش خدا نیست، فقط زبانت پیش خداست. اما اگر قلب باشد هم در نماز هم در ذکر، اون وقت ما که خدا را ذکر بکنیم محبت میاد، عظمت میاد، خوف میاد، جلال و شکوه پروردگار میاد. این که در دل بیاد انسان به خاطر محبت خدا را نافرمانی نمی کند، گناه نمی کند، معصیت نمی کند، چشمش گناه نمی کند، گوشش گناه نمی کند، زبانش گناه نمی کند، قلبش گناه نمی کند، دست و پا گناه نمی کند. این دیگه انسان اطاعت می کند. اما وقتی که ذکر با قلب نباشه این اثرات را ندارد. به همین خاطر الله را با جان و دل زیاد کنیم، تنها با زبان نه. لذا الله می فرماید فذکرونی اذکرکم، شما مرا یاد بکنید. یکی از علما جلوی مردم ادعا کرد، گفت من میدونم خدا کی منو یاد میکنه. گفتن چطور میدونی؟ گفت خداوند فرموده فذکرونی اذکرکم، من هر وقت خدا را یاد کنم خدا هم منو یاد میکنه. پس شما بدونید شما که اینجا خدا را یاد کنید، خدا شما را یاد میکند پیش خودش که این بنده داره ذکر من میکنه، این بنده در تنهایی خانه، در اون خانه تاریک نشسته میگه الله اکبر، سبحان الله، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. اینا همه پاکی، تسبیح، تقدیس خداست. خدا هم این بنده را پیش خودش یاد میکند. الله میفرماید فذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید من شما را یاد میکنم. واشکرولی، شکرگزار من باشید، شاکر من باشید، سپاسگزار من باشید. این همه نعمت دادم شکر کنید. من قبلا گفتم وقت تمام شده. شکر چندین نوع هست. شکر با قلب، الله به من داده، من کی بودم؟ من لایق نبودم. این شکر قلب است. اول تو دل تصور بکن چقدر نعمت دادی، سلامتی داری، مغازه داری، زن و فرزند داری، عقل داری، احترام پیش مردم داری، جایگاه داری. اینا تو دلت شکر کن. بعد با زبان شکر کن. اول شکر قلبی، دوم شکر زبانی. الحمدلله، الحمدلله الذي بنعمته تتم الصالحات، یا تسبیحات دیگر. این شکر دومی شکر زبانی. سوم شکر عملی، با دست و پا، با جوارح شکر کردن. شکر عملی چیه؟ گناه نکردن، طاعت و عبادت انجام دادن. دست و پا را، اعضا را، چشم را، گوش را، زبان را، قلب را از گناه جلوگیری کن، نگذار گناه میکنند. این شکر خداست. و بعد اینها را در مسیر اینا همیشه قرآن ببینند، قرآن بخوانند، قرآن بشنوند، قرآن فکر کنند، خدا را یاد کنند. این شکر عملی هست. لذا الله می فرماید واشکروا لی، و شکر من بکنید، ولا تکفرون، ناسپاسی نکنید، ناشکری نکنید، چون این همه نعمت من به شما عطا کردم. این نعمت ها چی هستند؟ نعمت های زیاد، من جمله نعمت وجود مسعود رسول الله صلی الله علیه وسلم و نعمت قبله و کعبه شریفه.
الله عز وجل من و شما را بندگان شاکر و ذاکر بگرداند. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين كرات بعد مرات. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المكرم. اللهم ارزقنا زيارة بيتك المكرم وزيارة مسجد الحرام وزيارة مسجد النبي على صاحبها الفتحية. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. إله العالمين، پروردگارا در جلال و شکوه و عظمت خانه کعبه بیفزا، اون خانه‌ای که در این آیات به ما دستور داده به اون سمت ما رخ برتابیم و رخ برگردانیم و نماز بخوانیم. پروردگارا اله العالمین، این روزها که حجاج عازم هستند و به اون دیار می روند، همه حجاج ما را توفیق طاعت و بندگی بده، توفیق قدردانی بده، توفیق نماز و طواف بده، توفیق شکر بده، توفیق ذکر بده، توفیق عبادت خالصانه و مخلصانه بده. و مایی که محروم هستیم پروردگارا به ما هم اله العالمین این شرف را نصیب بگردان، را هم توفیق زیارت نصیب بفرما. پروردگارا یا رب، همه بندگان تو که آرزو دارند و تمنا دارند، آرزوها را و تمناها را پروردگارا کامل بگردان و همه را که شوق و عشق اون دیار را دارن به اونجا برسان. پروردگارا ما را از بندگان ذاکر بگردان، از بندگان شاکر بگردان، از بندگان صابر بگردان، از بندگان مطیع و فرمانبر بگردان. ما را اهل ایمان بگردان، اهل دین بگردان، اهل طاعت و بندگی بگردان، اهل سجده و تلاوت بگردان. و از گناه، از معصیت، از هر کاری که تو را ناراضی می کند و باعث رنجش تو میشه، ما را توفیق دوری عنایت بفرما. پروردگار ما را از بندگان مخلص و ایماندار بگردان، فرمان بردار بگردان. پروردگار توفیق طاعت و بندگی نصیب فرما. آخرت ما را آباد بگردان، خاتمه ما را با ایمان بگردان، مشکلات ما را حل بگردان. عزیزانی که